درود به همه دوستان. نگرفتن پوزیشن خود یک تصمیم معاملاتی است. این یعنی چی؟ فکر میکنی هر ستابی که میبینی باید وارد معامله بشی؟ اشتباه میکنی. خیلی موقعها تو یه ستاب جذاب میبینی ولی وقتی بررسیش میکنی میبینی اصلا با قوانینت همخونی نداره. نگرفتن پوزیشن تو این مورد خودش یه تصمیم معاملاتیه. تو با رعایت قوانینت حتی اگه وارد هیچ معامله‌ای نشی کار درست رو کردی. یادت باشه تصمیم درست اونی نیست که همش وارد معامله بشی. تصمیم درست اونیه که تو رو مجبور کنه به قوانینت پایبند بمونی و قوانینت رو تحت هر شرایطی رعایت کنی. این اون تصمیم درسته. پس همین الان یه کاغذ بردار و روش بزرگ بنویس نگرفتن پوزیشن خودش یک تصمیم معاملاتیه و اونو بچسبون بالای مانیتورت مثل من که این بالا میبینید چسبوندم.